سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من این ویدیو رو ضبط میکنم که رسما از همسرم عذرخواهی کنم به خاطر اتفاق بدی که افتاده. اونم این که من همسر دوم اختیار کردم، البته تو خواب ایشون، و این باعث ناراحتی ایشون در خوابش شده. من اینجا رسما از همسرم عذرخواهی میکنم. البته یک معذرت‌خواهی دومی هم به ایشون من بدهکارم، اونم این که دیروز من تماس گرفتم از بیرون به ایشون و گفتم که چیزی نیاز نیست بخرم. ایشون هم گفت نه نیاز نیست، منم نخریدم. و خب ایشون خیلی ناراحت شد به خاطر اینکه من به هر حال چون ایشون میگه چیزی نیاز نیست، من باید بفهمم که چیزی نیاز داره و بخرم. و من عذر میخوام، رسما از شما عذر میخوام و سعی میکنم که از این به بعد همسر بهتری باشم برای شما.